باشه اینو تصور کن، میری تو آشپزخونه و به جای آشپز با کلاه سفید یه گربه میبینی که آماده سوشی درست کنه. آره، درست شنیدی. امروز بیا تصور کنیم اگه یه گربه تبدیل به یه سرآشپز سوشی عالی بشه، چی میشه؟ اول، میدونی که گربه ها با ماهی چطورن، درسته؟ خب، همون لحظه که من در یخچال رو باز میکنم، دوست پشمالوی من از قبل روی کابینت نشسته. چشماش گشاد شده، دمش تکون میخوره. آماده است که مواد رو بررسی کنه. البته، ماده اصلی ماهی آزاد تازه است. گربه هم با جدیت یه سرآشپز 5 ستاره اونو بو میکشه. بعد یه نگاهی به هم میکنه که میگه مطمئنی این ماهی برای سوشی خوبه. بعدی، برنج. خب، من تا حالا ندیدم گربه‌ای به برنج چسبناک علاقه داشته باشه. اما امروز استاد سوشی کوچولوی من داره به دانه‌ها دست میزنه. سعی میکنه بفهمه چرا اینقدر چسبناکن. یه پنجه سریع، یه بو کشیدن و یه همه جا برنج پخش میشه. حرکت کلاسیک گربه. پیچیدن سوشی جاییه که اوضاع واقعا جالب میشه. من جلبک دریایی رو پهن میکنم. اما گربه هم تصمیم میگیره که اون یه شنل ابرهارمونی بهتره. بعد از یه دور تند و نمایشی تو آشپزخونه، بالاخره برمیگردیم سر کار. من برنج رو پخش میکنم، ماهی آزاد رو میذارم و گربه هم سعی میکنه با زدن به حسیر رول کردن کمک کنه. این یه کار تیمی هست، به روشی خیلی گربه‌ای. بالاخره لحظه بزرگ، برش زدن سوشی. گربه هم با دقت نشسته، چشماش به هر حرکت خیره شده. هر برش با یه میو کوچیک و پر امید دنبال میشه. شاید این یکی بیفته سمت اون. وقتی همه چی تموم شد، من سوشی رو توی بشقاب میذارم و گربه هم یه سر تکون دادن تاییدآمیز میکنه. بعد بلافاصله میره سراغ ماهی. البته. خب، آیا یه گربه یه سرآشپز سوشی عالی میشه؟ شاید نه برای یه رستوران، اما برای یه بعد از ظهر سرگرم کننده تو خونه، هیچ چیز سرگرم کننده تر از این نیست. و هی، حداقل میدونی که ماهی تازه است. ممنون که تو این ماجراجوی آشپزی دوست داشتنی به من ملحق شدی. اگه تا حالا با گربه‌ات آشپزی کردی یا فقط اونا نظارت کردن، داستانهاتون رو تو نظرات بنویسید. یادتون نره لایک کنید، سابسکرایب کنید و امشب به دوست پشمالوتون یه جایزه اضافی بدید. دفعه بعد میبینمتون.